من اینجا بیا دخترم پیشم بیا بود لابه اوتا جان او توکایه آخی ایتری میکنی میگردی تا چو کدم اوتا؟ بو چو کدم میگه آخی یا تا باشه ده تا باشه 6 تا 7 تا خوزگار ما ایده در نومید کده روی کدیم یگم تاش معقول نکدی آخی او تو مرا ایزون نکش من تو پدرت میشم آخی تو مرا بگو کی تو دا چخیلی بچه معقوله ما بیامون بتم تا آخی ما دا چخیلی بچه معقوله اوتا جان؟ ها ما دا اوتا جان بچه معقوله که ورزشگر باشه ورزشگر؟ آه اکی برای چی ورزشگر؟ برای چی که اوتا جان ورزشگر مشق میکنه زورای خیلی برای که ورزشگر معقوله می اوتا جان ورزشگر بچه مخی قشلوخی مونده کمه یافتنش کینه بو یکم تایدیگش نمیشه خیلی اوتا جان اگر که ورزشگر نباشه میفرمه که اوتا جان شوی هنرمند کنم صنعتکار باشه حافظ باشه حافظ؟ آدمی تلویزیونی باشه بگو اوتا جان اکی برای چی حافظ؟ برای چی که حافظا اکورات نمیگردن تا زد میگردن با هم خاطر میفرم شوی حافظ کنم های چیه هودی چیه بی؟ سلام علیکم کیه شما نشناختم تو؟ چه نشناختی؟ اموی ماخی چمپیون جهان اوید به تکواندو صدرالدین نجم‌الدین تز در کختای خونه شبی درست هم داره که مرکزی داده شبی درست منو غم داده باید تو کخته برده بستو تسکا دف کخته اینجا اخلا دف کخته نمیرمون فهمیدی ها؟ اوی پشرمان بشه من برسته پشرمان بشه با نجات نکنی ها پشرمان بشه اون کخته تست همه گودار با شبی درست مرا غم داده فقط منو میزن الانیو های دودار جون چو کدی؟ تینجه یخی؟ دینجا هیچ گم نه بخیر این سر رو بی ای دیدت نمیشه چو کدی؟ کی زده؟ اوتام زد اوتا زده؟ برای چی زده؟ نمی دین شب ساعتی 12 شب خب ما اوتام اوچم یه جای خوب بوده خیر با اوتام گفت که سندی جان خوبی و بدور من گفتم بدور با یه شپلوغ زد دارم این چشمم های اوتاد این طرف تا زدک این طرف چی این طرف چی های؟ این طرفم ساعتی 2 شب بود خیر با اوتام پرسید که ساعتی بچم بدوری یا خوب من گفتم بدور با یه شپلوغ دیگه این چشم زد با این با بالای بینی تا دیدن نمیشه این بالای بینی چی قسم سیاه با این بالای بینی تا دیدن بود ساعت 4 سحر شد اوتام گفت که ساعتی بدور یا خوب الان با من فکر کردم گفتم اگر بدور بگم با میزنم خواب کرده سودم با اوتام طرفی اوچام گفت که رفته من کزنک حالا با من گفتم کجا بره با یاد دیگه در بدیم زد الو اکا کجا شدی؟ ساعت 8 شد آخی آمده استی؟ مایل خوب اکا جون مایل خوب خیر هی خیخته به خونه نگی خیلی برو برای خونه بخو بیای خونه برو برای برای چی؟ برای چی؟ شبانگی گپی گفتگی دیو دو دسته مرا چی گفتی دیو دو دسته چی گفتی؟ من تا سر خونه رفتم گپی طرف فکر کردم اینقدر وقت بخو خیلی برو برای خونه زنجا آخه من شوخی کردم شوخی کردی؟ این گپی تو جای شوخیگی نداره بخوبی بخیلی برو برای من سود از تایرات کردگی مزیمیه آخی در این زمیستان من کجا میرم جا ندارم من با ما در فرقش چی جو نداری؟ ما در فرقش چه؟
با خوبی بخیر برو برا ای شوخانه گوشامو کشیدم دیگه نمیگم آخه ای بخشش بخیر برو برا خیلی ایجاد گفته استمت را بخشش ای پرسیدم بخیر برو برا خیر برو یه زن انجام ما یه خطی تلوی کجا برم نمیرم خنه که دا من کجا میری؟ این قدر ما کتی زندگانی کردم در این قدر دوام زندگی نگفتی و همیشه هم مرا گفتی ها؟ یه زن انجام آخه کدام گپی مدی تو خافه شدی کدوم گپ در خفه شدم؟ همیشه واقعا گپی گفتگی در تو بزبی این قدر وقت بزب نبودم و اکنون بزب شدم ها؟ ای من شوخی کردم ای اینجا شوخیگی نداره بخشش اینجا شوخی نداره با خوبی اینه گوشامو کشیدم این یه بار دیگه با گوشامو کشیدم بخشش بپرسم شو تبکش سود اومده است خوزی گپ میزنم گرده برو گفته استمت را گفتم که بخشش زن انجام جای بخشیدن نداره برو تسکه برو خوزی گپ میزنیم برو صاحب خونه او صاحب خونه برو السلام علیکم و علیکم با سلام سلام علیکم سوزه نفر سوزه نکن نظر کن شما زنگ زدی نفر بابا کجا ما زنگ زدم تینجی بخیر اخی اگه جو تنجی اکا تنجی میبود من خطا زنگ میزدم مقصد کو مرا بفهمونین نقصر بفهمونین روشانتر مرا بفهمونین همیشه وکا گوش ماینه من تو سر خورده برو اما جانو دارم کجا میرم در این میسونی خونه ایتری نکه خواهر جان ایتری نکه کلتا کار بفرمون زندگی شیرین تا ویران نکه او با پشیمان میشه با دیر میشه همین که بخشش پرسیدم گوشام هم کشیدم نیده یا گپ بده برو اکا گوش کنید ما یادتون میگم این زندگی های در زندگی هر چی چیدنش ممکنه پشیمان میشین گپ بگیرین اینا دینا او گذاری بالا دام رفتم یک کلینچک نه 10 هفته نشد زندگیشون ویران شده همین کاری خوبه همین وقت سگ گودکش سر نمیکنه مالی ما گپ بسیاری بعد نکنه ما گپ گفتگی ما گفتم ما دیگه زندگی نمیکنم یعنی زندگی دیگه نمیکنی نمیخوام کدر نمیکنم نمیخوای نه خیلی نما گپی گفتگی من پا گفتم ای پیشتون گذاشتم چند تا گودک داری 4 بچه گودکو تا بگی جبیو انا باور که همی بسیار وقت ما همین حالتها را ما میبینیم همین آدم‌ها را زندگی زن شوهر جدا میشن به حد زیغ میشم ده هم خیلی زیغ میشم که باور که انا دیگه هم خیلی مونده میشم امروز خونه میرم دیگه یکم چیزی دنیایی نمیخورم همین آدم باید شکرانه کنه ناشکری نکنه این اکا اکا این 4 تا بچه خسرو داشتن این بچه را خسروگیشون هم ببین اخی همین زندگی شیرین تون هم چی با شما بگیرید تلخ میکنی یکا و اینجا یه تاشای ما او ست دیگه شایمنه اکا ما تا شکرگیم راست میگن فهمیدم میشه که این 3 پسر دیگهش ای دیگه شتونه ها نه اکا این ایش شو یکمای این شاییه ایش ای یکم شوهرتونه انا ایش ای دویم شوهرتونه ای دو تا دیگه شکیه یگنی این دو تا دیگهش ای خدمای